اولین بنای خشت‌وگلی طبقاتی دنیا و بعد از ارگ بم بزرگترین سازه خشت‌وگلی دنیا. اجداد ما ایرانی‌ها تو عهد باستان بر روی یک صخره به ارتفاع 15 متر از سطح زمین تا 5 طبقه با خشت و گل و چوب و سنگ آپارتمان ساخته بودند که خود این قلعه از 3 سمت به دره و از این سمت که به دشت منتهی می‌شده با حفر یک خندق و قرار دادن پل متحرک راه رو به روی دشمن می‌بستند. از بناهای ویژه‌اش میتونیم به چهارتاقی آتشکده ساسانی، حمام قلعه اشاره کنیم و به گفته ابن بطوطه بازار زیبایی که توی این قلعه جریان داشته و ابن بطوطه مراکشی که حدود 800 سال قبل به ایران سفر میکنه از این قلعه بازدید میکنه و از رونق این قلعه بسیار میگه. در پایین این قلعه یک سری غار دستکن هست که تو زمان ابن بطوطه از این غارها به عنوان بازارچه استفاده می شده و از شهرهای مختلف با توجه به اینکه ایزدخواست بارانداز منطقه بوده کالاهاشون رو می آوردن اینجا به فروش می رسوندن و مجدد به شهرشون برمیگشتن. از بناهای شاخص دیگه ایزدخواست میتونیم به روستای پلکانی ایزدخواست اشاره کنیم که تو مجاورت این قلعه قرار داره و بعد از تخلیه این قلعه مردم شروع به ساخت اون روستای پلکانی میکنن که اون هم بسیار زیبایی و یک چیزی شبیه به ماسوله که امروز ما میبینیم توی ایزدخواست وجود داره که تا دهه 70 مردم توی اون سکونت داشتن. از اوایل دهه 70 دیگه اون شهر هم تخلیه شد و ما مجموعه صفوی رو داریم که شامل کاروانسرا، آسیاب، حمام و پل صفویه و اولین سد قوسی دنیا، سد سربند ایزدخواست رو داریم که بسیار زیبا هست، با سنگ و ساروج ساخته شده. ما توی ایزدخواست همه ساله اوایل مهر ماه جشنواره پخت شیره انگور رو داریم که از جاهای مختلف تشریف میارن دوستان و تجربه 2 روز شیره‌پزی انگور، یعنی حمل انگور از چیدن انگور، ریختن اون داخل لوده انگور و حمل اون با حیوان تا درب اقامتگاه ما و آبگیری انگور و اون پروسه پخت شیره انگور رو داریم. و ما هم تو مجاورت این قلعه یک مجموعه بومگردی داریم با نام اقامتگاه بومگردی کوروش که همه ساله بحث اسکان و اقامت، بحث پذیرایی رو توی رستوران کوروش و چایخانه اقامتگاه کوروش داریم. با افتخار میزبان تک تک هموطنان عزیز هستیم.